دوستای گلم، سلامی به گرمی دلهای مهربونتون. امروز میخوام یه مطلب خیلی جالبی بهتون بگم. اگر دلتون یه عالمه ماهی بزرگ میخواد، باید یه تور بزرگ داشته باشی. ذهن شما همون توره. هرچی که بزرگترش کنی ماهی بیشتری گیرت میاد. ماها از وقتی که بچه بودیم فکر و ذهنمون با یه سری درست و غلط، باید و نباید بی خودی پر شده. حالا کیا این رو پر کردن؟ هر کی کر را رسیده. خانواده، مدرسه، معلم، استاد، مربی، دوست، آشنا، رفیق، یه سری آدمای بی رویا و بی آرزو باورهای غلط خودشون رو به اجبار به خورد ما دادن. هممونو ترسو بالا بردن با یه ذهن ترسو و کم توقع و مریض. تا وقتی که نتونیم این ترسو رو دور بریزیم، اسیرشیم عزیزم. جای لذت بردن از زندگی ازش رنج میبریم. آدمیزاد تا وقتی زنده است که رویا داشته باشه. شما وقتی روی زمینین برای دیدن یه برج 20 طبقه باید بالا رو نگاه کنید. باید سرتون رو بگیریم بالا. ولی همین برج رو از بالای یه برج 40 طبقه برای دیدنش باید پایین رو نگاه کنیم. چون دیگه اون برج 20 طبقه کوچیک شده. ما آدما خودمون تعیین میکنیم که ذهنمون دنیا رو از طبقه چندم ببینه. عزیزای دلم، دنیا فقط یه قانون داره، اونم بردنه. هیچ باختی تو کار